وای 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 وای. لیلا 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 کجایی؟ لیلا آقا صادق لطفا بلند شین. آقا صادق لیلا کو؟ مگه شما قرار نبود صبح برین از اینجا؟ لطفا باشو آقا صادق. بیا برو تو اتاق قایم شو. بیا لطفا برو تو اتاق قایم شو. بیا. سلام عزیزم، چطوری؟ خوبی؟ سلام قربونت. فدات شم. خسته نباشی. انقدر خستم که حد نداره. خب میگم تا تو بری دوش بگیری من یک چای بعد درست کنم. آره فکر خوب باشه. فدات شم. قربونت. اول صبحونه بخورم بعد میرم. این چی بود عاطفه؟ این مرد تو خونه من چیکار میکنه؟ به توضیح بده. اصلا قضیه اونجوری تو فکر می‌کنی نیست. لیلا با دوست پسرش اینجا بوده. پس خود لیلا کو؟ اصلا الان به لیلا زنگ میزنم، تو با لیلا صحبت کن. زنگ بزن زود ببینم. خدا لعنتت کنه لیلا. الو لیلا، بیا به سعید بگو که تو دیشب با دوست پسرت اومده بودی خونه من. من چرا باید بیام خونه تو؟ من که دیشب خونه‌مون بودم دیوونه.